زن با 4 فرزندان زیبا، ز خانه بیرون شد و ز دنیا. میگه از زن شوهرش از عالم چشم پوشید، با 4 پسرش تنها ماند. روز در نیمی شب مادر شوهرش این زن را با 4 کودک از خانه بیرون کرد. زن خیلی گریه دارد، دلش برای فرزندان خود سوخته ایستاده است. هوا خیلی سرد بود و باران باریده ایستاده بود. کجا رفتنش را نمیدانست. در نیمه راه یک جوان را دید با لباسهای زیبا و به نزد اون جوان آمد. گفت برادر، همسرم از عالم چشم پوشید، مادر شوهرم مرا با این 4 کودک از خانه راند. جایی رفتن ندارم. اگر ذره مبلغی داشته باشی برایم بده تا این فرزندانم از گرسنگی نمیرند. جوان گفت تو به خودت باوری داری؟ گفت بله باوری دارم، من از خدا می ترسم، من دروغ نمیگویم. گفت نه نمیتیم، تو دروغگو هستی. میگه زن ناعلاج شد و راه را دوام داد. نگاه کرد یک مسجد را دید. کودکان خود را به داخل مسجد در آورد و یک یهودی میگه سری راهش برآمد. این قصه را با اون یهودی گفت همسرم از عالم چشم پوشید و ما را از خانه راندند، سرپناهی ندارم. میگه این یهودی این زن را با 4 فرزندش گرفت و به خانه اش رفت. گفت از این سپس با من زندگی میکنی، من خودم و همسرم تنها هست، دیگر کسی ندارم. میگه چند روز از بین نگذشت، همون جوانی که یکم بار سری ره این زن شده بود و به این کمک نکرد، در خوابش حبیب خدا صلی الله علیه و سلم را دید در نزد یک قصری هست. گفت هر کسی آن زنی که با 4 فرزندش در کوچه مانده است نگاه و بین کند، این قصر از آن او می شود و باششگاهش جنت است. و از خوابش پریده می خیزد و جویان این زن می شود. طول 1 ماه این زن را می کوبد. وقتی میگه یک جوان قطیبا می خرد، میگوید من یک زنی را کافته ایستادم با 4 فرزند یتیمش، تو را ندیده ای و نمیدانی کجاست. این جوان میگوید نه من نمیدانم، اما میدانم که انا همون یهودی که روپروی خانه من هست یک زن را با چند فرزندش نگاه و بین میکند. دوام به خانه این یهودی می آید، در را میزند. این مرد بیرون می شود. چی میخواهی؟ میگوید میگه فهمیدم که یک زن را با 4 فرزندش در خانه خود نگاه داری. من میخواهم که اون زن را از تو بگیرم و اون را خود نگاه و بین کنم. یهودی میگوید ای جوانی خوب، من این زن را به کسی نمیتیم. این جوان میگوید برایت 1000 درهم میدهم. میگوید اگر برایم 10,000 درهم تی این زن را برایت نمیتیم. این جوان میگوید برایت 100,000 درهم میدهم، این زن را و فرزندهایش را به من بسپار. این یهودی میگوید اگر مال دنیا را همش را بیاری من این زن را به کسی نمیتیم. برگشته میگوید ای جوانی خوب، آن خوابی که تو دیده ای او خواب را من هم دیدم. او قصری که تو در خواب دیده ای او قصر از آن من است. نیکی کردن نمیتوانی، بدی مکن. کمک کردی پاداش میگیری. هر کاری خیری میکنیم پاداش خیلی کلان ما و شما رو انتظار است. و همین سبب همیشه در راه الله باشین، دوستدار اسلام باشین.